فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بینندمون خامیم از سردشت پرسیدن که مردی با زنش با همسرش جماع بکنه از طریقی که شریعت ممنوع کرده، آیا جایز است؟ البته این در شریعت اهل سنت ممنوع است، در شریعت شیعه که میدونید. بله، به اتفاق مذاهب اهل سنت همبستری و مقاربت با زن از راه عقب حرام قطعی هست و هیچ یکی از علما و ائمه اهل سنت و جماعت چنین چیزی رو جواز ندادن و چگونه میتونن چنین چیزی رو جواز بدن در صورتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم صراحتا در احادیث صریحی و در موارد متعددی اینو تحریم کردند و نه تنها که یک یعنی حرام در واقع معمولی باشه بلکه گناه کبیره هست و در تعریف گناه کبیره علما میفرمایند که گناه کبیره اون است که برای اون یک مجازات شرعی یا لعن و نفرینی در واقع در احادیث رسول الله یا وعیدی مطرح شده باشه. در این زمینه احادیث زیادی رو داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشان فرمودند که ملعون من اتی امرأته فی دبرها، اون کسی که این کار رو بکنه با همسر خودشون در واقع ملعون هست. و روایات دیگری هم در این زمینه وجود داره که در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که من اتی رجلا او امرأة فی الدبر که فلا ينظر الله الیه، چون کسی که این کار رو بکند الله متعال به هیچ عنوان اون رو با نگاه رحمت خودش در واقع نگاه نمی کند. و حدیث متعددی در این زمینه وجود داره و این که زن و شوهر بر هم دیگر حلال هستند این به معنی این نیست که حتی کار خلاف شرعی رو در واقع انجام بدن. و ما میدونیم همه مردم اینو میدونند که قوم لوط رو الله متعال به چه خاطر اونو به اصطلاح هلاک کرد و نوع هلاکت و نوع عذابی که بر قوم لوط الله متعال مسخر کرده بی‌نظیر هست، در بقیه اقوام وجود نداره. و حتی یکی از بزرگان، یکی از ائمه که تعبیری دارن در این زمینه میگوید اگر واقعا یعنی در قوم لوط این عمل اتفاق نمی افتاد ما اصلا تصورش هم نمی کردیم در میان انسان ها چنین کاری اتفاق بیفتد. پس بنابراین این حرام قطعی هست و به هیچ عنوان همون گونه که با دو مرد اگر این کار رو بکنم حرام قطعی هست و گناه کبیره هست و مجازات شرعی دارد که حتی در حد زنا در مجازاتش در فقه اسلامی بحث شده، تفاوتی ندارد که این عمل با مردی انجام بگیرد یا با زن بیگانه انجام بگیرد یا با زنی که به اصطلاح همسر هستند بین در میان زن و شوهر این عمل انجام بگیرد. در هر صورت این حرام قطعی است. در دایره زناشویی و در دایره مسائل خانوادگی دو مورد استثناء داریم، بقیه موارد همه جایز هستند. الله متعال میفرماید فاتوا حرثکم ان شئتم، به هر گونه‌ای و به هر کیفیت و حالتی که می‌خواهید میتونید با همسران خودتون نزدیکی بکنید. منتها دو مورد را که در قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ممنوع شده، هم یکی این مورد هست که یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، یکی هم بستری در هنگام قاعدگی که زن هم قاعده هست و اونم فقط هم بستری و مقاربت اون به اصطلاح حرام هست، نه اینکه به عنوان معاشقه باشه یعنی دست زدن یکدیگر یا استفاده از به اصطلاح اعضای یکدیگر باشه. به صورت کلی این حرام نیست، فقط و فقط این عمل حرام هست. و مورد دیگری که در حدیث بیان شده همین حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که هر مردی که این کار را با خانمش بکند اون در واقع ملعون هست. پس بنابراین از دیدگاه اهل سنت و الجماعت این یک حرام قطعی و 100% و گناه کبیره هست و به هیچ عنوان جوازی نداره.